مدرسه دخترانه می‌خواستیم سخنرانی کنیم. قبل از ما یه روانشناسی صحبت می‌کرد. روانشناس دیوونه بود خودش، دکتر روانشناسی تو همین مشهد. اصلا بعضیشون منحرفن، ما غافلیم، بچه‌ها غافلن. درست تربیت کنیم و الا دیگران رب نشون ندی رب نشونش میده، رنگیش میکنه میبردش. میگفت دخترای عزیزم، دنیا دنیای ارتباطات، مهمترین اصل ارتباطی جذب است. اگه بتونی جنس مخالف رو جذب کنی موفقی و الا عملی. پس نتیجه میگیریم هر دختری نیاز به، همه گفتن دوست پسر داره. دیگه من نتونستم طاقت بیارم، پاشدم رفتم گفتم ببخشید شما دخترم داری خوده؟ گفت برای چی حاج آقا؟ گفتم شماره تلفنش رو لطفا. گفت میخوای چه بکنی؟ گفتم دنیا دنیای ارتباطات، مهمترین کسم دختر خودته، بیل به کمر منم که نخورده، اجازه بدید من جذبش کنم. گفت خجالت بکش حاج آقا. گفتم تو حیا کن، 200 دختر رو منحرف میکنی، من یه دختر رو میخوام منحرف کنم، تو 200 برابر من پدر سوخته ای. گم شو، بشو برو بیرون. دخترانو کس